سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. توی این ویدیو اومدیم سلطان رو باز کنیم. فقط قبل از اینکه بازش کنیم بهتون بگم من اینو دادم بازی بریزه، برای همین یعنی باز شده، ولی به یارو گفتم همین جوری شو برام بذار توش که بیایم اینجا با همون باکسش کنیم و تازه رسیده دستم. من گوشه جانی میشم. سلام، بگیم سلطان رو بازش کنیم. خب بچه راستش بخوایم زاویه دوربین خیلی خوب نبود، برای همین زاویه دوربین رو عوض کردم. خب بریم. به یه دقیقه من بایستم بعد اینو درش بیارم. یه ذره در آوردنش سخته. ببخشید بچه. این از این خب میریم برای بازی کردنش. اینجوری کنم شما ببینید. و این از این این دوتا چیه بچه؟ هر که میدونه این دوتا چیه کامنت ها بریم بگید. من نمیدونم این چیه، فکر کنم برای پایش باشه، نمیدونم. شما تو کامنت ها بگین برای چیه. خب این برای اول باز میکنیم. این برای راستشو بخوای سیماشه، برای همین گفتم دیگه، چون داشت بازی میریخت سیما رو باز کرده، سیم شارژر رو باز نکرده. این اجتماعیشه، سیم آره دیگه. خب حالا بریم این بچه. به دسته بریم اینو بذارم پایین. به اینازم دسته. ظاهرو به خوبه، خیلی خوبه، راضیم. خب حالا میریم سراغ اصل کار. به کجا بودی تو؟ به این جربه میدونم. خب بچه این رو باز میکنیم. به حالا اینو در بیاره. سلطان یار. خب بریم درش بیاریم. یا بسم الله. بچه آمده این یارا بنازم PS5 بنازم نوع برق میزن دوربین معلوم شد. خب اینم PS5 این از این. به بنازم PS5. اگر البته بریم تو این ویدیو امتحانش هم بکنیم، بهتون نشون بدم چجوریه کاراشو درست کنم. شما تو یه لحظه میرین میایم، ولی من یه ذره برم جاشو درست کنم و بس کنم تلویزیون رو بهتون نشون بدم. خب بچه من روشن کردم پیسو و بخوام بهتون بگم یه دونه فقط FC ریختم. حالا بعدم بازی دیگرم میریزم. حالا حالا بعدم توی ویدیوها شاید بیارمش بازی رو و شاید ببینینش. به اینم خودش ببینین قشنگ اصلا رخی داره ها. این دسترم بذارم اینجا همین شکلی. آره همین شکلی. خب همین دیگه، فقط میخواستم بهتون نشون بدم که بازی ها رو FC دارن. فقط میدونم بازی خود PS5 و همین. اگر هم بخوایم بدونین آفلاین یا آنلاینه. البته دوتاش هم میشه، به اینترنت وصل میشه. این هم از PS5.
امیدوارم از ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و سابسکرایب هم یادتون نره و تا یه ویدیو دیگه بدرود.